علیکم بچه‌ها. خب این درس دیگه ما میشه درباره سیستم حساب. چقدر که شما فهمانده بودم یعنی عددی درهم و مثال واحد فهماندیم که در سیستم حسابی دویی همین عددی ده خودش چی نیسته بریم خود در گرفتیم تقسیم کردیم. خب بعد وظیفه خونگی به شما دادیم 3 4 5 6 7 کار کنیم گفته کار که باشیم بهترین مثال میگیریم عددی 3 چقدر کار کردن میشه با اینا ماجرا نامنا تغییر کردن مونده مثال 3 را میگیریم بعد تقسیم میکنیم یک تا یک میمونه یعنی اینجا چی چپ و چی راست بنویسیم هرش که 11 میشه خیلی مینویسیم میریم در درجه یک برای که بعد یک تا داریم خلاصی که با همین 4 هم خیلی کار کردیم که 100 میشه و خیلی من نشان دادم موندگیم کار کنی شخص بار 4. خب یاشتم در درس یکم کسی که از درس دیگه ما دیده است این نمیفهمه اینجا چطوری تقسیم شد برای چی جا 001 ثبت شد میتونین درس یکم یا بار دیگه بینیم. خب حالا اینو رو باید یاد بگیریم. خب ایش سیستم یک پنجه مثال میگیریم ایشته من اینجا برای سیستم شاشت با سیستم دوی تبدیلش دادیم خلاصی گفت همین خیلی میروه 110 میشه شاخه 3 تا 1 خلاص گفت انا تا 7 آمدم اینه که ایجاده شما در 8 9 10 11 12 و غیره را شما میتونید مستقلانه چیکار کنیم به همین ها نگاه کرده کار کنه هم بگیریم که عاقبت کارتون همش 100% باید بگیریم که یاد میگیریم سیستم حسابی از ما نصیب که اگه باشه کمتر با در سیستم حسابی هشتی گپ میزنیم وابسته همین روی سیستم حسابی هشتی بعد شما 10 شم خودتون 100% کار کنشه یاد میگیریم 11 شم خب خیلی که باشه سر میکنیم مثال آدی ما گفتیم سیستم حسابی هشتی را میگیریم. خب خود رقمی 8 را بگیریم از ما به نظر میگیریم مثال سیستم هشتی چقدر میشه من اکا قانون برای چی تری میشه یا شما شما گفته نمیستم برای که خودتون علاقه میدونیم که اینجا قاعده های تقسیم خودتون 100% باید که بدونیم 8 را میگیریم به یکان عدد تقسیم میکنیم مثال 8 بر 8 خودش میشه و یک تایی خب یک کره 8 اینجا بگیم 8 میشه خب نتیجه 8 8 میگیریم 9. خب این خیلی نتیجه هم میشه و اینجا برای فهمش رو کمتر چریم نتیجه همیه 8 معلومه اگر باید اما خیلی که کار کنیم همه خیلی میشه در رقم برمیگردیم مثال میگیریم 8 خب 8 میگیریم بخیش اینجا اگر چپا کنیم 10 میشه و اون فرق نداره مثال میگیریم 1 ضرب ایش سیستمی که 8 است با 8 ضرب میزنیم خب جمعی اینجا در 0 0 خب ضرب 8 در درجه 0 بگیم درجه 0 برابر میشه خب باز اینجا در ما یا چیاشو بعدا میبینیم فقط نتیجه را می‌نویسیم جمع خب برابر 8 خودش نه که کسی نفهمشته باشه از درجه شو می‌نویسیم بناش که فهمشه چقدر به درجه پیجه کار کردی گفتانده که میسون دانده ما در یسون میشونده اینجا درجه شو میبینیم اینجا هم درجه 0 که فهماندنش 8 کره 1 8 8 کره 1 8 هم خودش میشه اینجا میویه و 8 در درجه 0 چقدر که میبینیم عدد در درجه 0 به 1 برابره 0 کره 1 0 میشه چیزی که با 0 سال میزنیم یعنی 0 8 خودش خب سیستم حسابی مثال میگیریم من برای چی 8 خود چه گرفتم 0 1 2 3 4 5 6 و غیره نگرفتم برای که یا علاقه در سیستم حسابی 8 چی هم وجود دارن برای همین سبب من یه را نگرفتم برای که 7 هم در خودش هسته در سیستم حسابی 8 7 7 می نویسن رنگی و باش تقسیم کرده نمیرن برای همین یکم مثالی کلانتری باید ما گرفته قطعش ما کار میکنیم که همه فهمه باشه. خب مثال میگیریم در سیستم حسابی 8 ما رقمی 12 بیاین گرفته کار کنیم که باش ما فهمو شما
کمتر کلانترش کنیم. سیستم حسابدار مثال میگیریم، ما رقمی 12 هم میگیریم، با سیستم 8 باید تبدیلش بدیم. 8. خب من اگه چنده بگیریم که دو کاره یک کرتی میگیریم توقری میگیره، برای که علاقه 4 و 2 بگیریم 2 کاره 8 16 میشه. علاقه یک کرتی میگیریم کلونی باید میشه. خب ایجاد ما علامت هم میبینیم. خب انا ایجاد ما بیم اول وقتی که تقسیم که میکنیم، وقتی که ما بیم اول تقسیم که کردیم در ایجاد اوکی یکی میشه هیچ خیلی میشه بیشتر موزیک بتونیم. وقتی که ما را تقسیمش که کردیم اینجا در خواه نخواه بقیه میمونه، اینجا 4 میشه. اگه 12 بگیریم 4 میشه. انا 4 کشید ما دیگه تقسیم کنیم دوام نمیتونیم. سبب در چی؟ سبب در اینه که 4 علاقه نگاه کنیم سیستممون در اینجا ما 4 داریم، برای اینکه 4 من میشه طرز کارکنش خیلی میشه. خب 1 ضرب 8 در درجه فلان از درجه شو بالا میبینیم جمع 4. خب انا اینجا در اگر بگیریم که اینجا چقدر 4 میشه که برای با 8 طور نمیگیره، اینجا فرمای پیشنه را او دیگ با خودی میاریم ضرب 8 در درجه 9 میشه. خب انا اینجا گفتن میریم برای که ایدیم خیلی برای جواب شب نمیسیم بعد میفهمیم. خب 8 کجا میشه 8 جمع 4 یه خودش علاقه اتوماتی میشه 12. همون جواب میبره اینا که درجه هاش رو میبینیم باید فهم میشه. رقم هم ترک کنیم مینویسیم این مثال ایجاد 1. خب بیشتر مثال میگیم 9. مثال نگاه کنیم 1 در درجه 8 1 کره 8 8 میشه. 8 کره همین 1 کره 8 8 1 در درجه 8 خودش 8 8 کره 1 8 8 میشه. انا این 4 8 در درجه 0 این گفتیم با 1 برابره. خب انا اینجا 1 باشه 1 کره 4 4 خودش میشه، برای اینکه 12 خودش با چی حاصل میشه. این بود سیستم حسابی بگیم چی 8. مثال اگر سیستم حسابی 10 در بگذاریم چقدر میبینین عین تو رقم 9 وجود داره، یا هم خلای باشه سیستم حسابی 10 تا 9 حال با عدد گرفتن میتونین که خودشا کار نکنین. منم 10 خودش سر کردن میتونین رنگی هم یوش کار کنین رنگی دیگراش هم چی نتیجه شب برورین رنگی هم میشه. خب ایجاش هم رنگی هم میشه. نصیب باشه ای درس دیگه سر کرده با بعضی عدد های هستن که در سیستم حساب کار کنیشون میگیم کمتر دشواره ایام حساب اورا خودش عدل یا درس میکنیم که توی کی فهمونده دیگه آسان تر شوم. مثال ایشان با فیلم میبینیم در درس های دیگه. خب انا درس سیم آخران میشه. مثال چخیلی عدد و کار کنیش دشواره. مثال میگیم خب 8 از 10 5 بگیم 8 از 10 5. مثال بعضی رقم ها همینطوری هستیده. مثال 8 از 10 5 با مثال میگیم 10 از 10 1. مثال با بعضی جودا ما با میخوریم رقم های را که مثال 3 از 114 مثال میگیریم که همین ها را با ما میگن که به سیستم حسابی چندی دوی تبدیل دهید. دیگه گفته نمیشه این تجربه یکون جدا همینطوری با میخوریم. خلاصی که مقصد ما که انمی از 10 ها را کار کنیش هم چیکار کنیم در درس نوبتی یاد بگیریم. برای اینکه یاشا مخصوص خودشون با عدلی یا درس دیگه میکنیم در براشون وایده همین سیستم حساب. خب بچه میشه نده تو زلیف بریم بگیریم. انمی چی ما درسی علاهیده دیگه تشکیل میکنیم اویدی انمی از 10 ها گرد میزنیم با همین سیستم حساب جمع بستش میکنیم. سلامتی سر بلند باشون تا درس های بعدی.